سلام بعد دوستان از من اینکه جنگ من جهانی گیم گیم دوم هستم توی و ژاپن امیدوارم رخ هر جای دنیا میده، که هستید حسابی ژاپن بعد حالتون به خوب، خوشحال‌های پر مختلفی روبرو انرژی، میشه. سر حال، سر حالا این بچه و چیه؟ پر از عشق و اینه که محبت باشید. ممکنه و صنعت از اونجایی انیمهشون که برای یه مدتی دفعه مخدر بشه قبلی داشتمون، کلی ولی بازدید و بعدش بازخورد ژاپن دادیم به تصمیم تاریخ انیمه میگیره های به ژاپنی کمک ورد. امروز تکنولوژی هم و قرار بریم فرهنگ‌های بخش غربی دومش جهان رو که تحت تاثیر اگه اینم خودش مثل قرار دفعه بده. قبلی بتونه ویوهای بعد خیلی بیشتری که و تو این دوران سابسکرایب انیمه و های کامنت ژاپنی تبدیل به یک بزنید، صنعت خیلی بخش موفقی سومش هم میشن براتون میسازم. و پس جذابیت بدون مقاطعه خودشون رو کتاب وقت به داشته سطح باشید. خیلی بالایی وقت رو میرسونن تلف کنیم، که بزن توی دهه بریم. 1950 میلادی اولین انیمه های محبوب تجاری تولید میشن. اما یه تغییرات اساسی هم بینشون رخ میده که این اتفاقات توی سال 1960 میلادی اتفاق میافته که اولین انیمه ها بر سبک گاندام ساخته میشن که خیلی از محدودیت ها رو گسترش پیدا میکنه. یعنی نمیدونم منظورش ولی خب، اما با ورود داشمون انیمه آسترو بای اتفاقات باحالی تو انیمه ها رخ میده. این یه انیمه عالی و ایدئال بود که توسط استودیوی تزوکا پروداکشن ساخته شده. این انیمه جهانی برای کودکان ساخته شده بود، در مورد یک ربات با خصوصیت‌های انسانی و بود و سبکش هم ماجراجویی هیجانی و اینا بود. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که بعد از کلی چیز اینا تصویرگری و سواد رسانه‌ای و از این جور حرفای اجتماعی اینا خیلی تاثیر زیادی میذاره. نه تنها برای انیمه تاثیر زیادی میذاره، بلکه حتی تبدیل میشه به محبوب‌ترین انیمه که چند فصل هم ازش ساخته میشه. خیلی خب دوستان من، امیدوارم از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید. اگه از این جور ویدیوها میخواید، حتما با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن و فالو کردن زنگوله به من انرژی بدید. و تا ویدیوهای بعدی، پیک چاوت.